کینگ کنگ 2024 یا گودزیلا 2021 کی میبره؟ قدرت بدنی کینگ کنگ 2024 در این حدی که بتونه یک گودزیلا تکاملی یافته رو با استفاده از یک دست پرت بکنه و قدرت بدنی بیشتری هم نسبت به اون نسخه گودزیلا قدیمی داره. سرعت و چابکیش هم به دلیل وزن کمتر نسبت به گودزیلا بیشتره. کامبت و اسکیلش هم به دلیل هوش بالاش بیشتره. کینگ کنگ 2024 هوش جنگ گوریلا هم به شدت زیاده و کینگ کنگ 2024 همینطور. سلاحای اونم زیاده و یه مقام خیلی خوبی داره و سلاحاش دستکش و تبر و یه سری سلاحای دیگه هستن مثل ساختمون و چوب و درخت. و همچنین گودزیلا 2021 حدودا اندازه بزرگتری داره چون 120 متر قد داره و حدودا هکس ابیلیتیز اندازه و مقاومت زیادی داره و قدرت خیلی زیادی داره و نفس اتمی هم داره و سن و تجربه بیشتری داره. اما کینگ کنگ برنده است.